کنیم؟ زنه گفت تا شب خبر میدم. منتظر بمونید. منتظر چه خبری بمونیم گسیده؟ از کجا معلوم که میاد؟ چه تصمیه؟ تاریخ چه میدونم؟ زنه گفت همه جا رو داریم میگردیم دیگه. هر جور تو میخوای همونطور بشه. باشه قبوله، اما ببین تا شب دیگه صبری برام نمونده. تو رو خدا تو دیگه آروم باش، آروم. کار اشتباهی نکنیم. باشه. تو مطمئن پرونده اون کلن بستی؟ تاریخ گفت اویلون باز ماتت گفت. چه ربطی داره بابا؟ همون تاریخ دیدم یه لحظه فقط نگاش کردم. برای من تموم شده. چرا حرفم باور نمی‌کنی؟ اویلون تموم شده نیست. دوبله شده دام استشاج. من حاضرم کمک کنم. نه حلش کردم، تموم شد. باشه. اینو من بردارم. تو اونایی که دستت بودو چی کار کردی؟ انداخته دور نه؟ یادداشته رو میگی؟ واقعا که یادداشته‌ای که دست تو بهش خورده و با دست خط تو نوشته شده رو میندازم دور؟ آره؟ البته که ننداختم. حتی اونا رو گذاشتم رو قلبم. کجاست؟ اینجاست. آقا چشی؟ ولی قلبت اونجا نیست. باشه حالا منو ضایع نکن. ضایع نمی کنم. ببین خجالت کشید. خیلی یه دنده هرزه کسی تو وقتی رابطمون بده نمیتونم هیچ جا بمونم. نمیتونم بخوابم. نمیتونم بیدار شم. دلم نمیخواد هیچ کاری بکنم. انگار زندگی نمیکنم. اما الان که آشتی کردی دوباره کنار همین خیلی خوشحالم. منم خیلی خوشحالم. تو خوبی؟ چیزی شده؟ خب ما الان آشتی کردیم. باش. اما مامانت هرگز من رو قبول نمیکنه. به خاطر خانوادم همیشه ازم متنفر میشه. مزخرف نگو. مامانم ازت متنفر نیست. حتی فکر میکنه که بهت ناحقی کرده. خیلی ناراحت شد. واقعا؟ آره. خب رفتی معذرت خواهی کردی. پول وسیله ها رو دادی. اون موقع اونم فهمید که بهت ناحقی کرده. بهم گفت زلیش تقصیری نداره. این پول رو ببر پس بده. اگه خون گفتم اما نبوده. خب تو کی اومدی خونه ما؟ وقتی تو شدت نکردم رفتم خونت. مامانت در باز کرد. پولم دادم به اون. به تو نگفت؟ گفت. البته که گفت. من فکر کردم بعدن باز اومدی گیج شدم. نه همونو میگم. دیگه باید بریم. آره دقیقا. داره دیرمون میشه. باشه اینا تو ول کن. تو کیفتو بردار. تمومه دیگه. تمومه نه؟ باشه بریم. کیفو جا نذاری. الو داداش امید. زینب. سیز. داداشی چه خبر؟ خوبم داداش امید. خبری نیست. تو چطوری؟ چطور باشم زینب؟ به خدا که آواره شدم. آبجیم هنوز از دستم عصبیه. خانم قاضی حال فکر کردم به تو رو نداره. گرفتاری دیگه ای داره داداش. چه گرفتاری داره؟ باز چی شده؟ اویلون گم شده. یعنی چی گم شده؟ چطور گم شده زینب؟ گم شده دیگه. خانم قاضی میخواست اونو ببره آمریکا. چرا؟ از دست بهرام میخواست ببره بچه رو تو آمریکا به دنیا بیاره. همه با هم رفتن فرودگاه. همه چیزم آماده بود و یهو غیبش زد. میگن بهرام دزدیده. معلومه که اون دزدیده. جز اون کی میخواد بدزده؟ آخه خواهر عزیزم این بلا هم باید سرش میومد.
خب چی شد الان دنبالش میگردن؟ آره میگردن داداش، مگه میشه نگردن؟ حتی مادر بهرام هم من از بسته اینترنتم راضیم. چرا بازم زنگ میزنید؟ عوض نمی‌کنم ای بابا. ای خدا ای خدا. خانم وزیر هر حالشون نیست، نمیدونم چرا انقدر زنگ میزنن به آدم. خب بلام کن دخترم، گوشی من کجاست؟ اینجا زده بودیم تو شار. حواس نمونده که برام. میخوام زنگ بزنم اوزان. هنوز قضیه اویلومو نگفتیم. نگفتم. چی شد خانم وزیر؟ ما اینجا دست و بالمون بسته است، نمیتونیم کاری بکنیم. بچه تو آمستردام میخواد چه کار کنه الان؟ منصرف شدم. کرم‌های ضد آفتاب ژنوبایوتیک، ففولس ماسول، پیشگیری و درمان کمخونی بدون ایجاد ناراحتی‌های گوارشی و افزایش اشتها. ففول موجود در داروخانه‌های اطراف شما. پژمان جمشید و محسن کیایی در کمدی ترین فیلم سال، فقط در فیلم نت. مهرانه طباطبایی هستم. با بیش از 30 سال تجربه در مهاجرت به کشور کانادا. مارون ویولت گروپ. فستکن لذت ببر از قهوه جدید 3 در 1 گود دی. اگه میخوای واسه راهرو فرش بخری فقط مد ما بخر. مد ما بهترین انتخاب برای راهرو، چون کاملا ضد لرزش. مد ما فرش همیشه تمیز. اگر قصد مهاجرت، تحصیل و یا توسعه تجاری به انگلستان رو دارید، حتما ما رو در اینستاگرام دنبال کنید تا با تمام خدمات مهاجرتی ما آشنا بشید. با WIG هر جای جهان جای شماست. همش سازدهنی زدم تا صبح. اسمش عطار قشنگه. من عطا مشهدی هست. چه کارگر جذاب جوری هم بود. ملاقات با جادوگر. کرم 3 در 1 دوره چشم پریکاتن، رفت روک، سیاهی و پف زیر چشم. پریکاتن دوباره جوانی. داداش نمونوایی باش بهت میدم. بس سزایی سیر شدم. داداش این دیگه آخریه. این همیشه جونت باشه. خب با این دستمال دهنتم پاک کنیم. بگیرش. بده. سزایی داشتم. پس این تاره دم دقیقه میره پیش گزیده. داداش نما تو ذهنتو چرا درگیر اینا میکنی؟ سکته کردی حالت مساعد نیست. با تاریخ چی کار داری آخه؟ عزیزم سکت کردم نمردم که گوشم میشنوه عقلم کار میکنه. از تاریخ همش یه بهانه‌ای پیدا میکنه به دختره نزدیک میشه. آره داداش. میدونی چرا این کارو میکنه؟ چرا بکنه؟ تاریخ حتما یه حساب کتابی داره. به خاطر حساب کتاب جاش فکر کرده اگه بره دنبال یه زن جوون خودش هم جوون میشه، اما دیده اونطوری نمیشه. خب ترسیده سزایی، از تنهایی مردن ترسیده، برای همین میخواد دوباره بود اون دست از گزیده بر نمیداره. منم دست بر نمیدارم داداش. مگه میشه دست بردارم؟ من نگزیده رو من خوشبختی که بعد از سالها سابردم و بله میکنم. یا مخصوص خوندیم بازی اینجا خوش اومدی. داشتم. چه خبر؟ زلیش هم خوش اومدی. بده من اون رو. نه پسر. بده بابا. خب چه خبر، چطور بود؟ خسته کننده بود. چونمون در اومد. چی خوردین چیکار کردین بگید دیگه. داداش فقط یه روز رفتیم، نتونستیم کار خاصی کنیم. شاروخ مخوب اینجا درست حسابی؟ پسر ما واسه کار رفتیم، کار واسه خوشگذرانی نرفتیم که. راست میگی. بازه واقعا که
یعنی تا اونجا رفتی و بدون دیدن پارک دندن و میدان جام اومدی؟ خیلی این هتل، بعد جلسه، بعد دوباره هتل. خب هیچ کار دیگه ای نتونستیم بکنیم داداشم. خب موزه ونگوک چی؟ باز داره میگه موزه. وقت نداشتیم مسعود، فقط یه شب موندیم. معمولا حداقل 2 روز میمونم. آره آلتان کاشف اپلو هم میگفت بچه‌ها حالا که رفتین یه چند روزی بمونین قشنگ بگردین. آره اونم درسته. ای بابا چی شده؟ چیزی شده؟ مامانم اینا قرار بود وقتی رسیدن پیام بدن اما هنوز خبری نیست. شاید پیام فرستادن دوباره نگاه کن. دارم هی نگاه میکنم اما پیامی نیست. میخوای یه زنگ بزن؟ آبجی الماس داره زنگ میزنه. بله آبجی الماس. اوزان جون چه خبر؟ خوبم آبجی. آمستردام بودیم یکم پیش پروازمون نشست. تو چطوری؟ منم خوبم. من دارم میرم سمت هوا. واقعا؟ تو کجا؟ موروی کبوت چه داره؟ عالیه خیلی خوبه. موروی کبوت قطعی چند روز پیش برام ایمیل زدی. مثلا جواب بده. دطوری شما میکشم دیگه شده بکش شناسنامه مقطع دیره بروزی روز کجا میکنم بذارو بلنگو. یه لحظه آبجی گوشم با تویم. این دیدو کامون دادون ها همین این سازه بین سنگای بدن جاگذاری میکنن. بعدم یکی اینا رو به عنوان گوشواره گردن آویزون میکنه و میره خارج از کشور. تو گمرک هم اگه کسی پرسید اون شناسنامه رو ارائه میده. مثل تو سهر آو خب این الماسا میره اروپا؟ نه اروپا خطرناکه. به کشورهایی مثل اندونزی و مالزی میره. خیلی باشه چی شده تو به خاطر کی میپرسی؟ هیچی. میخواستم بدونم بابام میتونه همچین کاری بکنه. به خاطر اون پرسیدم. این عملیات دقیقا مناسب داره. اما اگه میخوای مچ باباتو موقع خارج کردن پول از کشور بگیری اول باید پیکش رو پیدا کنی. پیکش؟ باید پیکش رو شناسایی کنی. بعد اون رو تعقیب کنی و موقع خارج کردن از کشور به پلیس گزارش بدی. فقط اینطوری میشه. فهمیدم آبجی. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. مهم نیست. خواهش میکنم این شهر به مادرت سلام برس. حتما میرسونم. حالا نمی گردنی همه لفته که مهره میکشیم این کار تموم واسه این کار تمومه. بالاخره یه آتو برای شده. خیلی منیکینده بالاخره. ببین عشقم دخترک بی‌قلده. اما این قضیه در اصل مربوط به آلمانه. یارو غیرقانونی پول از کشور خارج می‌کنه. هم دخترک بی‌قلده گردنش تا مهره میکشیم. این پتیسکوی مگجودن بعد نگاه که جوشیدیم نستم درد سولیه بود افیو میکنم چه خبر داداشی؟ آبجیم که خونه نیست نه؟ نه رفتم. اگه 2 دقیقه بیام مشکلی واسه پیش میاد. نه داداش بیا. ممنون زیاد. پتیسکوی جو از اویلوم خبری هست؟ پیش بهرام؟ حتما پیش اونه. تنها کجا میخواد بره آخه؟ آبجیم هم رفت دنبال اون نه؟ منتظر خبره. چیکار کنیم؟ همه منتظر. مازی تا سهرک دمه دیدن. خیلی نگران اویلومه. منم خیلی نگرانم زینب. کس که خویشمندی فکرم نمی کنم بهرام به اویلوم آسیبی برسه. دخترنه تماشا کنم. خب پسر دختر ما رو دوست نداره. دوست داره مگه نه؟ قموی را سختی سمرچکا و بریان کدن آوردن؟ داداشونی یه چیزی بهت میگم اما بعد برداشت نکن. بگو. خانم قاضی اگه تو رو ببینه خیلی از دستم عصبانی میشه. زنده تو سهر آو میخواه.
میدونم زین، اما من خیلی گشنمه داداش. از صبح از بس باچه و سیمید خوردم، دل و رودم ریخته به هم. به خدا تو خونه چیزی واسه خوردن هست؟ غذایی چیزی؟ هست من الان برات گرم میکنم. ممنون زینب. چند تا لباس کثیفم آوردم، بی زحمت میشه اونا رو بندازی تو ماشین؟ چه زحمتی میندازم. زنده باشی زینب، زنده باشی داداشی. زینب اگه بگم یه دوشم بگیرم به نظرت خواسته هم زیاد میشه؟ نه داداش چرا زیاد باشه؟ تو برو دوش بگیر، لباس کثیفت هم بذار یه گوشه، من برات غذا آماده میکنم. باشه پس من برم و زود بیام. باشه تو برو. ممنون زینب. نتونستم بمونم خونه، دیوارا به این فشار می آوردن. اومدم دفتر، گفتم رو چند تا پرونده کار کنم، فکر مشغول شده. کار خوبی کردی گزیده. چه کار کردی؟ بیمارستان. همینجا. حالشون چطوره؟ بهتر؟ رنگ ماتریال فوشوری. همینجا پیشمه. سلام برسون. به سلام برسونه. سلامت باشه. سلام برسون. به سلام برسونه داداش. خب هنوز از دویلو خبری نشده؟ منتظرم دیگه. سانه گفت امروز حتما پیدا میکنم، به این خبر دختر زکاس قبول میکنیم. سانه گفت تا شب حتما پیدا دختر زکاس قبول میکنیم. به گفت نه منم خبر میده، منتظرم. زکاسم نتاو kada de se tam hol taho pari zakase. کنم اگه زن مشغول نباشه. باشه. اگه خبری شد حتما بهم زنگ بزن. باشه حتما خبر میدم. گزیده میخواستم یه چیزی بگم. خواهم نمیخشمانه منیگه پردیدم. سون زنه بشیم اگه اشکالی نداره. بیا بشیم. منم میخوام یه چیز نمیشنوم. ای بابا صداشو زیاد کن. مگه هنسفیری نداری؟ خود بزن. چه حرکی هنسفیری بزنم؟ یکم کمیش کن. بفرمایید. خوب شد؟ راضی شدیم؟ Kakras برای میه؟ Kakras برای میکرده گلوشان رنگی همه. زلیش خوش اومدی. خوش اومدی مادر. چقدر زود اومدی. من گفتم یه چند روزی میمونی. ببین ماکارونی درست کردیم، ماستم خریدم. مامان اوزان اومده بود اینجا. اوزان اومده؟ کی؟ وقتی من سفر کاری بودم. والا من گونه نکن. اومده دیگه. حرف زدید. $2000 به هزار به من بدی. زلیش من به خدا پول نگرفتم. گرفتی مامان گرفتی، دروغ نگو. سارا سلام. اوزانو صدا میکنم شما رو درو میکنم. آره گرفتم. کرم‌های ضد آفتاب ژنوبایتیک. لذت ببر از قهوه جدید 3 در 1 کرده. پژمان جمشیدی و محسن کیایی در کمدی ستر فیلم. سارا پریویت. بدون اسپانسور، پیشگیری و درمان کم‌خونی بدون ایجاد ناراحتی‌های گوارشی و افزایش اشتها. برند اصلی مکمل آهن در دنیا. خدا خمنا. میتونم که ایفیت در دیگر دولت و پرپیکی
این وجود تموم شد دیگه. مثل مزالر درست روشی مام گرفتین شما یه بودی عروسی شکار بستر دیشون حسن نادرشایی الان بزن بگیری چی کار کنی داره میخواد شما یه حرف نزنید با سن نوبو داره اومدن من گرفت احساس سر همکنون درس کرم‌های ضد آفتاب ژنوبایوتیک. گروه PAT تولید کننده محصولات سریتا و ژنوبایوتیک. مدمای فرش بوی مویرا بکنم چی کنه کسیشه دونه میتونی لایه رویه جدا کنی. حتی ماشین لباسشویی بشوریش. خنم این لایه زیری فرشه که کاملا ضد لرزشه، باعث میشه فرش روی هیچ سطحی سر نخوره و 50 سالم گارانتی داره. اینم لایه روی فرشه که هم با دوام هم نشیمن خیلی راحتی داره. بین این لایه چسبی نیست و چسبندگی فرش به خاطر الیاف بین دو لایه است. پس میتونی با خیال راحت چفون تیکه که با جارو برقی کشیدن خیلی پوشی شروع نمیشه. یخ خوره چه قیز قیمت یه طرح جدید برای فرش بگیری و به دکور یخ چه قیز دلیل کاربردیه که به کشورهای خارجی مثل روسیه، ازبکستان، قزاقستان، آلمان و اسپانیا صادر میشه. جهت اخذ نمایندگی بجز کشورهای فوق از طریق واتساپ با دفتر روسیه مورد ما در ارتباط باشید. رؤیات شما را در زمین آسمانش زیبای دوره به حقیقت میرسانید. یونیک پروپرتیز کاربرین شرکت املاک دوبی و کارگزار برتر سازندگان برجسته امارات نظیر امارات با شانس یک سال سابقه درخشان در تمام مراحل تایید حتی پرهنوز مهورا نکشیم استور لذت ببر از وقفه جدید 3 در 1 گود دی. طرفدارترین و موفق‌ترین تور سال روزی سریع خواهرش نام شب هره مجلد ICC استانبول کانگرس سنتر واه چیه؟ پتیشگوی چیه؟ مرد بوزک استانبول چه ایرکتم نه تریاکو کدامه؟ دائمی ریزش مو، رویش مجدد مو و ایجاد استقامت در تارهای مو. واقعا نشد پرتامین مکمل فیلمان جامعی چیدم اکراشی میدم منحصر به فرد و بیش از 90% رضایتمندی مصرف خانه‌های اطراف شما. Hairtamine, the world top one anti-hair losing supplement. پرت می‌سیبم تو دیگه من خب پرتای خیلی تره چه یه جوری که خودم متوجه نشم یعنی تو چقدر خری قبول داری که نزدی؟ فرزانه رومانی هستم با فعالیت در در سال 2024 برنامه بسیار مهمی برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. اقامت کانادا، اقامت اروپا. لایک فراموش نکنین لایک
30,000 نفر تموم شد رومیزه. هزاران شرکت موفق Yakın sentyabr. تلویزیونی سی هزار کس تموم شد رومیزه. ادیسیون کنم یک کس اوکی ای پرتوسی که حقیقی من نو کسی خواب بوده ایران چه؟ میرفته باشه من بافی جلی کیسم یادم پس همه را خواه میبره و من توسه اینطوری نگو. اگه به این باشه جوانم مقصره. به خاطر یه دوا همه چی رو ول کرد بچه. از کاه کوه ساخته بود. اونم مقصر تا مقصر. اما نگرانم اما از پسش برمیاد. آوی جوش اومدی هستی؟ یکی هم شده درست میشه. شما نیستین عاشق همین. نمیتونین جدا باشین. با همه آستینی بابا چکار پورا کردم دوبلیریم بیاو زنیمش که راست بسته بابیو یه بار دیگه جلوی جیز بیای فلفل میریزم تو دهنه. خب باری کرد. خب حرف گوش کن. فهمیدی چی گفتم؟ داشونو زفر چه خبر؟ چه بامزه شد نه مثل شعر شد. زفر چه خبر؟ کافیه نه؟ بیا میگم اهل کار هستی؟ زفر خدای من چشم در راه هم شبا هنگام. مگر زفر چی خبر؟ اتفاقا با شعر شد میگم با اینکه بهش اخطار جدی دادم داشته تو منطقه من جنس میفروخته. خوشم زفر خدای من تیغ را بره. اما مشکل حل شد. اکی زفر نمیشه. شما چند نفر؟ بله آقا تکرار نمیشه. شنفتم تو هم این ور اونور دنبال کسی هستی. من دنبال فروش جنس نیستم. پس چه شیکلی داری میخوری؟ نگفتم دوباره این ور ببینمت میکشمت؟ به تو کار ندارم من برادرم وای برادرت مرد. دنبال قاطر بیشرفشه. وای راستش نمیتونم بگم ناراحت شدم. اجازه بده به کارم هست. مدرسه یه رو پیدا کردم. شاید میام سراغش. کدوم؟ اما گفته بودم یه بار دیگه این رو ببینمت میکشم. کدوم دا کدوم؟ اینطوری که میزنم زیر حرفم. جایی نمی؟ آقا نمیدونم میشه من دیگه برم؟ وایسا اختلاط میکنی. کلم دا هم مشکل بینمون گفتم داریم اختلاط میکنیم.
داشتم چی میگفتم؟ حرفم یادم میگفتی میزنی زیر حرفت. مگه با تو نیستم؟ Aia, se čuje ovaj. Na, ide bar ben xaladerim demo. صلاح دین بیا. Šako hale darš nakon, ne? حالا برین جمعش کنیم کسی نبینه. خب زفر جون حالا که عزاداری بهت پیله نمی کنم. برو هرچی دلت میخواد بکش بعدشم گورتو گم کن. حله بیا گوشت زنگ میخوره. میشه همش بزنی پیازا نسوزه؟ یعنی چه سوایی را بود. میخواستم به زنگ بزنم. برنامه رو عقب بندازی. آره بمونه واسه من. باشه من به زنگ میزنم خبر میدم. باشه عزیزمی تو خدا. اگه کار داری برو به کارت برس. نه جونم مهم نیست. میخواستیم بریم بازار یکم پارچه مارچه ببینیم. عجله نیست. چون دهان اونجوری گفت بخوای بالا سر من که شیک بدی میدونم. چی کار به اون داری یا اون شکاکه؟ میخوای شکاک نباشه. 3 روز پیش بهترین دوستش از دست داده حالا هم عشقش از دست بده. بهترین دوستش رو از دست داده. سلام سلام. تو خبر نداری؟ از چی؟ سمت چیز شده. نماره خوب بود سمت خیلی بیرا میکنه. چطور مرده؟ مگه چقدر داخل؟ یه شایعی از میگن به خونه یکی حمله کرده دشمن تیر خورده بچه. آیدون چی کار میکنی؟ خدا بدونه خیلی شده بچه کوچیکم داره. تو وایسا. نه تو رو سپرده دست من نمیتونی بری. تو در رو ببندی من از پنجره میرم.